این بخش زیبایی که اینجا دارم که اینم بیام بررسی بکنم. ببین چیز خاصی نداره. خب یعنی اینم یه لیست داره که یه سری آیکون توشه، بعد یه سری هم عکس توشه، یعنی رسما مالون، یعنی آره اینم یه آیکونی هست که رفع کد هستی، یعنی این هست، چیز خاصی نیست. خب اینم بریم بزنیم که هم خدا خوشش بیاد هم بندش. ببین اینو من کامل میبندم، دو چیز دیگه نیازی بهش ندارم. اینجا من اول کار این یه سر است، هیچ چیزی نداره، اینم در نظر بگیر. اول یه دونه ایمیج میدم که یه عکس فکر کنم تریپ پروفایل طوری اون بالا داشته باشه. خب یه IMG بهش میدم. البته که یه نکته‌ای داره، ببین عناصری که این تو هستن کامل وسط چینن. خب این نسبت به این کامل وسط چینن. ما واسه اینکه اینو وسط چین بکنیم، ببین چون اینجا من ممکن دیوم بزنم، البته دیوم میتونم مارجیناتو بکنم. خب یعنی عملا هیچ مشکل خاصی از اون بابت دارا نمی باشم. یعنی خدا من بنده نیست، یعنی من شاید خدا رو بنده نباشم. یا ببینید یه چیز که من مثلا خیلی آدم گولاخی حساب می‌کنم، خب شما همون مفهوم دریافت کنید. میام اینجا چیکار میکنم؟ این منو، این عزیز جان منویی که اینجا داشتم و این خوشگله رو ببینید. یه نکته دیگه هم بگم، همیشه سعی کنید از کامنت ها استفاده کنید. کامنت ها معجزه میکنن. مثلا اینجا میزنیم چی؟ میزنیم لیست کانتینر، مثلا میزنیم لیست کانتینر. خب که بدونیم آقا ما داریم از اینجا بعد داخل چه تگی کار میکنیم. خب به همین صورت ببین کامنت خدا آفرید که ما از زندگیمون لذت ببریم دیگه، نیافرید که مثل عبدالله اینجوری باشیم دیگه. این چی میگم؟ واسه همین لذت ببرید از کامنت گذاری. یعنی کامنتی که از زیباترین چیزایی که شما میتونید بذارید هر جایی که باشه. اوکی، منو این تکست داش الاین اینو میکنم سنتر. ها این آلردی افتاد سنتر. بعد یه پدینگ نانازی هم بهش میدم از چپ و راست، یعنی عضو بالا و پایین. بگم یه دورمی واسه من پدینگ بگیر، چپ و راست نمیخوام اصلا پدینگ داشته باشه. اول کار یه ایمیج میزنم، یا IMG میزنم. اینجا نیاز دارم که یه لوگو داشته باشم. خب و واسه این که هیچ داستانی نشه و وقت کشی اضافه نکنیم، من اینجا ویدیو رو پاز میکنم. خب آقا من عکسایی که میخواستم رو انتخاب کردم. خب و واسه لوگو هم خب لوگوی خودم رو انداختم دیگه. این لوگویی که داخل بحث آهنگسازی ازش استفاده میکنم انداختم. اینجا داش IMG. بعد اومدم یه بینی سازی هم کردم، عکسای مختلف رو جدا کردم. یعنی مثلا واسه این لیست کانتینر رو نخواستم با اون باقی قاطی بشه. و این منو رو میزنم، این لوگو رو برمیدارم به همین سادگی. الان دقت کنید اونور لاب خورده، یعنی تصویر ما اینقدر کوچیک کنیم باز اون اینقدر جا داره. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خدا از ما خواسته این اتفاق بیفته. یه کلاسی میدیم به این عزیز جان تحت عنوان لوگو داش پروفایل یا پروفایل پیک، پروفایل داش پیک. خب میام اینجا داخل این، میام داخل منو میزنم، میزنم اینجا، میگم برو داخل منو، میگه خواب. بعد میگم برو داخل منو، رفتی پروفایل داش پیک رو انتخاب بونما و گفت خب. بعدش میگم چی؟ میگم ویدثشو، چقدر من انگلیسی خوب تلفظ میکنم، ویدثشو بکن 50 پیکسل. میخوام ببینیم که قضیه چه قراره، فقط چند اندازه میشه. خب این حالا بگیم مثلا 1.5 رم سرم.
خب بعد میگم یه بوردر ریدیوس تا ناموس یعنی 50% دریافت کن. و اینجا اگه اشتباه نکنم خب این عکسی یکم چیز داره. خب این عکسی که من انتخاب کردم اینجا یکم خلاصی داره. میام چیکار میکنم؟ چون خلاصی داره یه بوردر ریزی هم میندازم تنگش که 1 پیکسل باشه، سالید باشه و مشکی لباس باشه در واقع. این 5 هم بذارم یکم چیزش کم میشه ولی مرزش مشخص میکنه دیگه. چی میگم؟ به همین صورت. حالا این 1 پیکسل هم میکنم 2 پیکسل که به جامعه فمینیست بیشتر بر نخوره. این الان اوکی شد. این آیکونه رو ما اینجا کاشتیم. اوکی میگیم. بعد یه مارجینی هم میدم که عناصری که هست زیرش تا ناموس بهش نچسبه. مارجین باتمش بگیم یک رمی مارجین باتم بگیر که بچه‌هایی که اون پایینه پررو نشن. میگه چی؟ میگه بله. ببینیم دیگه چی داریم. ببینیم یه سری آیکون داریم. خب این آیکون ها رو الان میگم چی جوری گیر بیاریم، یعنی داشته باشیم آیکون ها رو. میریم داخل سایت فلت آیکون. با وی پی ام برید، چون بدون وی پی ام برید ما ایرانیم، در حالت عادی کسی ما رو آدم حساب نمیاره تو جواب بین الملل. همینجوریش فکر کن برید داخل یه سایتی که یارو باید خدا تومن بده در ماه که آیکون دانلود کنه، ما بخوایم اونجا آیکون مفت دانلود کنیم. این اینترفیس آیکون رو میزنیم در واقع. البته یه نکته‌ای که داره این که ما بعداً هم شد مثلا اینو آپلود کنیم به یارو بگیم که مثلا حتما فیلتر شکن روشن باشه، ولی خب میام جاییه که آیکوناش خیلی کامله، خیلی خوبه و در واقع پک آیکوناشو ببینم چجوری میتونیم دانلود بکنیم. این لایسنس چرا CDN نداره؟ ببینم از اولین آیکون که داشبورد دیگه. اینو میزنم. خب CDN register and restart. yes استارت در واقع. اوکی. از نو میزنیم رو سالید. اولین آیکون داشبورد بود. انتخابش میکنیم. اینجوری مثلا میزنیم روش. زدیم روش. خب این لینکی که داد اینجا رو دیدی؟ اینو اینجا کاپی میکنیم. میبریم اینجا. این بالای استایل خودمون پیست میکنیم. البته که بیا یه کلک رشی بزنیم که بعدا دیگه نیاز به هزار داستان نداشته باشیم. خب این اینجا کپی میکنیم. خب بگو خب این اینجا کپی میکنم مگه اینکه حالا این بره خودش باز از یه جا دیگه چی کنه، ولی اسم فقط همین یه دونه CSS هست. این یه دونه همین فایل هست. اینو میزنم اینجا. خب ببین بازم از این سایت ها داره دانلود میکنم. خب این فرایند رو من یک کم پازش میکنم ویدیو رو، بعدا توضیح میدم داخل آخر کار توضیح میدم که دقیقاً چیکار کردیم چیکار نکردیم. ولی anyway بدونید که قراره یه سری کلک رشتی رو بزنیم که با اون کارمون رو راه بندازیم و خیلی زیبا کارو جمع بکنیم که جوری که حذف بکنید اصلا. خب آقا ما برگشتیم. اون آیکونی که می‌خواستیم و چیکار کردیم؟ دریافت کردیم. خب یعنی گرفتیمش. حالا یه کاری کردم کامل لوکال این کار انجام بشه، یعنی داخل سیستم خودمون تماما این حرکت انجام بشه. حالا چه جوری؟ الان با هم بررسی می‌کنیم. من اینا رو پاکش می‌کنم. اول از همه اومدم چیکار کردم؟ ببین اون لینک CDN که داشتم و اینجا کپیش کرده بودم، یعنی ببخشید این داخل فلت آیکون قطعا سشنمون وجود داره دیگه. اینو میزنم. اوکی گفتم مثلا این راندد رو انتخاب میکنم، مثلا اون سالیدی که انتخاب کرده بودم مثلا انتخاب میکنم. بعد میام چیکار میکنم؟ این داشبورد رو میزنم. خب یعنی لود کنم. بعد اینکه داشبورد بزنم این لینک رو اینجا رو کامل کپی میکنم. میام اینجا این hrefش رو برمیدارم. hrefش رو برداشتم اینجا پیست میکنم. خب بعد میام دونه دونه این فونت هایی که اینجا تعریف کرده رو دانلود میکنم، اینو سیو میکنم. خود این فایل چیزم
در واقع سیوش میکنم، میام داخل اینا رو اون فایل ها اون فونت هایی که آوردم داخل وی اس کد خودم یه پوشه درست میکنم به اسم مثلا هر چی که داریم CDN که اینجا مثلا از میخوام که یو آیکونز مثلا سالید راندد این مثلا خب فونتاش هم دارم اینم دارم. بعد میام اینجا رفرنس دهی فونت ها رو درست میکنم که میکنم رفرنس دهی لوکال و از اون به بعد چون قشنگ دیگه CSS من اینجا وجود داره هیچ داستانی ندارم. خب یعنی توی لوکال هم حتی با اینکه این در واقع چیز از بستر وب استفاده میکنه بدون این نیاز به هیچ داستانی من توی لوکال خودم هم اینو به کار میگیرم. anyway کاری ندارم، بریم حالا سراغ آیکونایی که میخواستیم. اینجا خب اینو من چیزشو بردارم، بریم سراغ آیکونایی که میخواستم. یه UL میزنم که توش یه الای باشه، ببینم چند تا دارم، یعنی داخل فایل پروتوتایپ هم باید برم یه سری چیزای اضافه‌ای که داخل بک‌گراند هستن رو پاک بکنم. اینو پاک میکنم. خب این چند تا دارم، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا که به ترتیب اینو داشبورده. اینا رو من دونه دونه تا بگردم ویدیو رو پاز میکنم، بعدش از نو چیز میکنم موقع استایل دادم بهتون میگم. خب دوستان آقا پدر من در اومد و تا تونستم اون عکس‌ها آیکون ها رو در واقع گیر. حالا بریم سراغ دیزاین کردنشون طبق اون چیزی که ما داخل پروتوتایپ داریم. اول ببینید اینا یه فاصله عجیب ناموسی از هم دارن. خب یعنی حداقل بگم 1.5 رم باشه. خب میام اینجا داخل منو، خب پروفایل پیک کاری ندارم، منو UL LI. خب اول که در واقع میگم بیا چیکار کن، بیا یه مارجین بندازیم بین هم، بدون مارجین زشت زندگی داشته باشه. یادم 1 رم مارجین از چپ و راست دلم نمیخواد مارجین داشته باشه و این الان مناسب. از 1 میکنم 1.3. خب و فونت سایز و داش سایز رو میکنم مثلا بگم 15 پیکسل. خب یا بگم مثلا 16 تا چی بکی مثلا بگو 18 تا. خب الان بهتر این 1.3 رم میکنم 1.1 اصلا چی بکی از خود اونه دیگه. بک‌گراند اینم میکنم، بک‌گراند میگم کلور اینم میکنم چی variable light gray. این دقیقا به همون صورت. حالا میام روی اون مثلا اکسپلوره، این الان آیکون اکسپلوره، به این آیکون اکسپلوره یک کلاس میدم خب به اسم منو داش آیکون داش selected yes. این اینجا کاپی میکنیم، میام اینجا زیر زارت اینجور بکنیم. اولا که وریبل کالر این میشه چی اگه گفتی میشه ور، همون خوشگله و عمل نکرد خیلی زیبا. ایمپورتنتش میکنیم که دیگه جرئت نکنه واسه ما از این کارا بکنه. بعد آره رنگش تقریبا همونه دیگه، چیز خاصی دیگه ای نداره. خب آیکونش یه کوچولو متفاوته و وقت کشی میشد اگه بخواستم آیکون رو یکم جابجا کنم، کاری نداره. بعد چی داشتم میگفتم؟ آره دیگه ببین این آیکون رو انداختم. خب الان اینجا عملا رفت واسه خودش، هیچی نداره که بخوام کار کنم. حالا میایم پایین‌تر چه سری عکس پروفایل هست، یه دونه دکمه پلاس هست، یه دونه دکمه خروج. خب که میام اینا رو هم میزنم دیگه کی به کی. میام آقا یه دونه یه UL دیگه میسازم. خب ببینم راستی اینجا چیکار کردم. الهی یکانه میبینم اینم در دمونم.
وایسا اینو میخوام یه حرکتی برم روش یه کلاسی بهش بدم به اسم منو داش لیست. خب این منو داش لیست اینو بگیر پسرم، این منو داخل منو داش لیست. خب چون نمیخوام دیگه هر الای و آیکونی دیگه این اتفاق بیفته. یه دونه یو ال میزنم با کلاس friends dash prof. خب اینجوری میزنم، همین خنزل که اینجا دارم. خب روی این یه یو ال میزنم، یه یو آی در واقع میگیرم روی این یو آی. چه الای چه کار میکنم خودت؟ یه دونه ایمیج هم تو این الای زیبا میزنم که اینجا میام داخل منو، بعد اینجا اینو بزنم، یعنی میخوام img، بعد داخل منو اینجا این عکس اولیه رو برمیدارم. حالا میام اینجا داخل این فرندز نمیدونم فلان چی، اول که اینو خب بهش چیز میدم، یه مارجینی از بالا میدم، مارجین تاپی میدم، مثلا بگم درد 1.5 مارجین میگه بالا. خب این ببین الان اینجوری شد، این بانوی زیبای ما. و حالا این حرکت بعد بیا چیکار کن، بعد برو داخل الهی هایی که تو خودت داری توشون که ایمیج هست، یعنی img هست، تگ ایمیج هست، بیا اینجا چیکار کن، ویدث ایمیج ها رو بکن چیزی که ما اینجا داشتیم کمتر باید باشه، یعنی از این دورمی که اینجا داشتیم پروفایل سرمی که داشتیم اینجا کمتر باید باشه، یعنی بشیم 1.5 یا 1.75 رم فکر کنم کافیش باشه. خب آره تقریبا کافیشه، البته 1.90 میکنم. باکس دایس سایزینگش هم باکس سایزینگ باشه، بوردر ریدیوسش هم میکنم چند 50%. خب به این صورت این مارجین تاپ 1.5 رم من میگه به درد عمت میخوره، بگو 3 تا این یه فاصله بیفته اینجا، نکن فاصله داره رسما. خب این الایه هایی که من اینجا داشتم، خب اینجا میام یه مارجین ریزی هم بهشون میدم، از چپ و راست دلم نمیخواد مارجین بگیره، از بالا و پایین درد یه رم بگیرید از هم، نمیخوام اینجا هم تو ناموس چسبیده باشم. خب بعدی هم به همین ترتیب اینو میکنیم 2 دیگه، این چیز خاصی نداره. بعدی هم به همین ترتیب اینو میکنیم 3. خب ببینید الان اون پروفایل رفیقامون اینجا چی شد؟ تکمیل شد، یعنی چیز خاص دیگه ای هم ندارne تحت هیچ شرایطی. میمونه اینجا این آیکونه، یه آیکون پلاس میریم از تو فلت آیکون با اینکه یعنی سشنمون وجود داره دیگه، داره راندد یه پلاس پیدا میکنیم، چیز خاصی هم نداره. so easy پلاس اینجا بنویسیم پلاس. خب داخل سالید و راوندد پلاس یس، این پلاس رو من برمیدارم. ببین سالید نمیدونم فلان چیه، خب ما سالید راندد نیاز داریم به همین صورت. اینو میزنم توی تگ اسپند درون این کار رو انجام میدم، هیچ وقت دستی خرکی این کار رو انجام نمیده، جواب نمیده. حاصل تجربه است اینایی که میگم فرزندانم. الان هم برید 2 تا چوب بیارید من بشکنم درس زندگی بگیرید. خب این الای اسپند، این الای این، خب اینجا بابا جان
اسپنی که داخل این الای عزیز میتونه وجود داشته باشه یه کلاسی هم بهش بدم. کلاس کلاس add dash ic آیکون مثلا add dash آیکون با کلاس add dash ic آیکون. خب تو ویتست ویتس چرا فونت دای سایز تو بکن 24 تا. کی هست اصلا نظر بخواد بده این وسط؟ هر کی نظر بده خودم پارش میکنم به قولی. 40 تا اصلا 40 تا داداش مگه سر گردن هست 30 تا. خب و کلاسی هم که واسه این میدم یه کلاسی بود قبلا اینجا تعریف کرده بودم. نه فقط رنگ این عزیز جان بشه همینی که من میگم کلاس یس. چی شد؟ بعد در این لحظه سیستم هنگ کرد. چند لحظه هنگالودو داشتیم با هم و همچنان اون لحظه های هنگالودو داریم با هم. بعد اینکه این ردیف شد ببینم اینم ردیف یه دکمه اکزیت میمونه دیگه که اینجا میزنیم چی میزنیم اکزیت یس که اکزیت رو بزنیم اینو آسمان میاره و همین سادگی اینو اینجوری کپی میکنیم. این اکزیت رو این پایین خب اینجا یه دونه تگ پی میزنم توش یه دونه اسپم میزنم تو این اسپنه این اکزیت رو من دریافت میکنم به این صورت. رنگش هم یه رنگ عجیب جذابی نیست نمیدونم چرا استایل گلبهی طوره کلور اینو میخوام همینجا بدم دیگه هشتگ نمیدونم چی و بیام رنگش رو در واقع گلبهی چرا تو برتا چه این رنگ های مزخرف چه آره تقریبا همون شد. بعد کرسر تمام اینا یعنی کرسر هر کوفتی که داخل منو میتونه باشه رو اینجوری خب میزنم استار هر کوفتی که همون اول فرزندش حساب میاد میکنیم کرسرش رو چی؟ پوینتر. این اولیش. بعد این حالته وایسا یه دونه از اینا بعد دات منو دات الای هم میکنم کرسرش رو پوینتر برمیسونیم. آها تازه عمل میکنم عمل نکرد نمیدونم چرا چون من باید اینجا میزنم اینو این تازه عمل کرد به همین زیبایی. الان دو تا بخش میتونم بگم اولیه‌مون انجام شد. خب به این صورت این دوتا انجام شد. الان مونده چیکار کنیم فرزندان گلم؟ yes babes اینا رو باید این بخش رو تکمیل کنیم که این بخش رو میندازیم واسه جلسه بعد دوستان و دیگه تا جلسه بعدی بدرود به شما یه جورایی. خب دوستان آقا دمتون گرم که این ویدیو رو هم مثل ویدیو قبلی دیدید. یه کوچولو تایم این ویدیو بالاتر رفت نکات بیشتری داشت در واقع این ویدیو و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لذت برده باشید از این ویدیو و تونسته باشم که این قدم که شده به سطح مهارت شما در کد نویسی کمک بکنم گرچه هممون در کنار هم داریم یاد میگیریم هنوز مونده تا به گاد مود برسیم به امید اون روز دمتون گرم که دیگه ویدیو رو دیدین لایک کامنت سابسکرایب راو تو 100 تا ساب اول انشالله برو بریم عشقی.